السلام علیکم. در نمار با خبرهای آخرین روز بخش اخبار و ما از این قسمت برنامه با شما درباره آن نوگانی‌هایی که در ناحیه‌مان به عمل آمدند معلومات می‌رسانیم. بینندگان عزیز، ما در عرفه بسیار عید سعید مبارک، عید مشرف رمضان قرار داریم و ما از نام هیئت ایجادی و تکنیکی تلویزیون همه شما را به مناسبت فرارسیدن این عید مبارک تبریک میگوییم. آمدن عید مشرف رمضان بر همتان مبارک باشد و خوشبختی و خانوادگی، سربلندی، سرفرازی، کامگاری و کامیابی و نیکنامی ها شما را دائما همراه باشد. و به واسطه در هوای همین سخنها به برنامه اخبار آغاز میکنیم و چون میدونید امروز دقت و اعتبار حکومت نسبت به ساحه تعلیم بسیار بزرگ است و به قریبی دایر بر روش ساختار تعلیم تا دوره سال 2030 قرار صدر دولت قبول کرده شده است و در آغاز برنامه اخبار لوحه داریم در بابت همین قرار صدر دولت و اجرای آن در ناحیه. در مملکت‌های مترقی عالم پیش از همه به ساختار تعلیم اعتبار جدی داده می شود، زیرا رواج‌یابی مملکت از هر جهت به رشد ساحه تعلیم وابستگی قوی دارد. از این رو در سالهای آخر در ازبکستان آفتابی برای بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت، رواج دادن ساختار تعلیم و قدر نمودن خادمان ساحه یکچند حجت‌های قانون، قرار و فرمانهای دیوان وزیران و پرزیدنت ریسپوبلیک ازبکستان قبول گردیده است. بغیر از این در ساختار تعلیم اصلاحات گذرانیده شد که ما آن را امروز با چشمان خود دیده و گواه شده ایستاده‌ایم. فرمان نوبتی رهبر دولت که برای رشد ساختار تعلیم نگرانده شده است 29 اپریل سال جاری تحت رقم 5712 قبول گردید. فرمان مذکور عاید تصدیق نمودن کانسپسی رواج دادن ساختار تعلیم خلق ریسپوبلیک ازبکستان تا سال 2030 می باشد. فرمان مذکور در ریسپوبلیک ازبکستان بهر رواج دادن و رونق آینده تعلیم در ازبکستان روانه کرده شده. مقصد اساسی آن بلند برداشتن دانش خوانندگان و در آینده کادرهای پرصلاحیت و تربیت نمودن می باشد. چنانکه که معلوم است امروز ازبکستان دستورهای بین‌الخلقی بهاگذاری به دانش خوانندگان را نیز قبول نموده و به همان دستورها اعضا شده است. بنابر در ریسپوبلیک ازبکستان بهر چقور آموزاندن فن‌های انفرماتیکا، زبان‌های خارجی، بیولوژی، شیمیا و متماتیکا چاره و تدبیرها اندیشیده شده. دستورهای متدی و مولتی مدیا تیار کرده می‌شود. بغیر از این در 14 حدودها 14 مکتب پرزیدنتی گشوده می‌شود و در همان 14 تا مکتب‌های پرزیدنتی خوانندگان اقتدارناک از روی یورقنامه نشاندادهایی که قبول کرده شده است خوانندگان قبول کرده می‌شوند. در ریسپوبلیک ازبکستان زیاده از 9000 تا مکتب‌ها موجود بوده. در 4860 مکتب‌های در اساس دستور مکتب‌های زمانوی تشکیل کرده می‌شوند. 3000 نفر پداگوگ‌ها از کورسی از نو تیارکنی گذرانده شده با مکتب‌ها اثر نو همچون کادرهای پرلیاقت راهنما کرده می‌شوند. من باور دارم که اگر همین فرمان مذکور تا 2030 سال در ازبکستان جاری کرده شود، خوانندگان اقتدارناک و مکتب‌های زمانوی، مکتب‌های پرزیدنت همچون محصول مهنت خود را نشان میدهند. بغیر از این در آینده در اساس همین فرمان با خوانندگان از روی اصول الکترونی بهاگذاری، ژورنال‌ها را با طور الکترونی پر کردن، دوامات خوانندگان را از روی مسافه نظارت کردن و با دانش خوانندگان از روی الکترون بهاگذاری طرز مقایسوی جاری کرده می شود که این طرز مقایسوی جاری کردن بهاگذاری با دانش خوانندگان باعث رقابت رو در سیستم تعلیم جاری می نماید. بغیر از این در سیستم تعلیم در ریسپوبلیک ازبکستان در اساس مکتب‌های دولتی، مکتب‌های خصوصی و همکاری با دولت گشوده می شود که این باعث نه فقط در مرکزهای ولایت بلکه در ناحیه‌ها نیز گشودن مکتب‌های خصوصی می گردد. اگر اجرای فرمان مذکور تامین کرده شود، به سال 2030 آمده ازبکستان در قطار 30 مملکت‌های مترقی عالم جای می‌گیرد. برای این باشد وظیفه‌های زیرین را پر را به عمل تطبیق نمودن موافق مقصد می باشد. یکم، نوسازی مضمون ساختار تعلیم از جهت صفت و علاوه بر این تیار نمودن کادرهای پروفسیونال، از نو تیار نمودن و افزودن ملکه آنها.
دوم، متدیکه آموزانیدن را تکمیل دادن، ایندیویدوال سازی جریان تعلیم و تربیه و تمایل ها را زینه به زینه تطبیق نمودن. سوم، به ساحه تعلیم خلق جاری نمودن تکنولوژی های زمانوی اخبار کمونیکاسیونی و لایحه های اینوواسیونی. چهارم، مستحکم نمودن بعضی ماده تکنیکی ساختار تعلیم خلق و افزودن ثمره‌داری تامین این ساحه به مبلغ بودجه دولت. پنجم، در تربیت جوانان و تامین آنها به جای کار دائمی جاری نمودن سمت و اصولهای زمانوی تعلیم بیرون از مکتب. ششم، به حساب رواج دادن دولت شریکی خصوصی در ساختار تعلیم دولتی وسیع نمودن محیط رقابت. هفتم، به عمل تطبیق نمودن 5 تشبث مهم که برای تعلیم و تربیت جوانان فراهم آوردن شرایط علاوه‌ای نگرانده شده است. هشتم، با مقصد افزودن جاذبه‌داری فعالیت نشاندهی در ساختار تعلیمی خلق به خادمان مؤسسه های تعلیم همگانی مزد مناسب مهنت دادن، رغبتناک ساختن آنها از جهت مادی و زینه به زینه افزون گردانیدن درجه حمایه کردن آنها از جهت اجتماعی. اعتبار به تعلیم اعتبار به آینده دولت میباشد. از اینجا من باور دارم که اون سیاستی که از طرف دولت ازبکستان عاید تعلیم ساحه تعلیم پیش گرفته شده است این باعث پیشروی تعلیم میگردد. بنابر من باور دارم که در جایهای دوردست در ناحیه دوردست هم اگر در اساس همین کانسپت کارها تشکیل کرده شود آینده ما همچون کادرهای پرلیاقت را تربیت کرده به اوج رساندن ممکن است و در یک وقت اگر تعلیم ترقی یابد دولت ازبکستان نیز در مقیاس جهان از طرف دولت‌های ترقی کرده شناخته می شود و این باعث بهتر گردیدن طرز زیست مردم ازبکستان می‌گردد. یاپونیا یکی از مملکت‌های مترقی عالم میباشد. در این سرزمین علم و تکنیک خیلی رواج یافته است. مردمش باشد فراوان حیات به سر میبرند. یکی از عامل‌های مهمترین ترقیات را در رشد ساحه تعلیم میبینند سیاستمداران یاپونیا. پس معلوم میگردد که فرمان مذکور پرزیدنت ریسپوبلیک ازبکستان که برای رواج دادن ساختار تعلیم نگرانده شده است پر به منفعت مردم این کشور حقوق بنیاد خدمت میکند. جهانگیر صابیرов، خالمراد ابوالفیضیف، مخصوص برای تلویزیون صبح. امروز در راه آبادسازی ناحیه بسیار کارهای خیر و نیک کرده می شود زیرا که آبادی ناحیه آبادی وطن بزرگمان به حساب می رود و امروز در محله چشمه اهل محله های ناحیه به عشر برآیند و بهر آبادسازی کمر همت را محکم می بندند و این کارهای آبادانی تا به مرکز ناحیه آمده خواهد رسید. توجه کنید. به هنگام از مرکز ولایتمان شهر فرغانه آمدن به ناحیه سوخ پیش از همه توسط پست سرحدی چشمه وارد می شویم و امروز در این مکان در این مسکن در این حدود کارهای آبادی و آبادانی بسیار دامن فراخ کرده است و امروز تحت رهبری حاکم ناحیه تمام اهل محله های ناحیه ما به کار برآمدند و به کارهای آبادکنی همین شاهراه ناحیه به تازه کردن راهها و رنگ و بار کردن درختان و همچنین به شکل درآوردن نهالکان پرداختن و البته مقصد از این همه یک است آباد کردن ناحیه و البته آباد دیدن ناحیه سوخ. ما باید ما در همین راه در عزم خود ثابت باشه. در حقیقت امروز حدود جمع شهروندان محله چشمه میدان بزرگ کارزار را میماند. طی چند روز است که اهل این محله و همچنین حشرچیان از دیگر محله های ناحیه‌مان تشریف آورده در سمت آبادسازی و تازه‌گردانی کوچه و گذرها بیش از پیش حرکت میکنند. شغل اساسی حشرچیان و کارمندان جماعتی این تازه و آزاده کردن روبوچین نمودن اطراف کوچه و شاهراه محله میباشد. همواره با درختان کنار راه شکل داده میشود و قسم اساسی گل و بوته های این حدود یعنی کنار راه رشکن کرده می شود. با جای این گل و بوته ها دیوار مخصوصی بتونی راست کرده شده. این گونه دیوار از محله چشمه سر شده تا به حدود محله چماقچه طول خواهد کشید. بنا به معلومات متصدیان این کارهای آبادسازی سر کار خود حاکم ناحیه دائما حاضر است و این از آن درک می‌دهد که کارهای آبادسازی در ناحیه‌مان هرگز قطع نمی‌گردد. در قطار این حشرچیان کارگران جماعتی از جماعت شهروندان محله سربازچه نیز مهنت می‌کردند و آنها این قبیل کارهای خیر را شغل اساسی و همیشگی خود می‌دانند. چون می‌دانید اهل محله سربازچه در هر کار آبادانی ناحیه پیش صف و پیش قدمند و این را ما سال گذشته دیده بودیم به هنگام آمدن سیل محله غزنا و امروز نیز یک از آنها شده به حشر آبادانی ناحیه و محله چشمه اهل محله سربازچه برآمدند و حالا ما با خاطر این محله رو میاریم میگویم درباره سفربری آدمان به حشر عموما آبادانی ناحیه فکر
نظرتون بیان میکردید. موافقی من قرارهای پرزیدنتمون درباره آباد قشلاق، آباد شهر، آباد رایون، آباد محله ما از یک گریوان سر برآورده. من موافق همان تشبوس حکم نوحه ما از محله چشمه سر کرده، از پست چشمه من تا همان سنتر رایون ما حرکت کرده با همکاری حکومت نوحه ما. من با همکاری فعالان محله ما با سفربری کارگران جماعت شرکتی یکجایی آمده. من هم چند روز این جانب به همین محله درسی وای کردم، دراز کردم. این اکن فقط برای چی کردن این آباد محله، این برای هر یک خلق سوخ، برای هر یک فرد، برای هر یک محله این تشبوس بزرگ. برای همه من هم میخواستم با دیگر محله ها مراجعه میکردم که این آبادی رایون آبادی همه ماست. برای همه اگر خلق آیا گریوان سر برآمده، من همه آدمی هم خودشون هم نگاه کرده نشته برآمده دروازه‌هاشون تازه کنن، جویبارشون کنن و فکرم بسیار خوب میشد. برای همه من باز یه بار دیگه از نوع همه خلق سوخ التماس کردم، میگم که برآمده هم کوچه‌های تازه کردن این هیچ چیز نیست. این تازگی باشد همه جان آبادی میشود، برای ترقیات میشود. برای همین باز یه بار دیگه التماس همه برآمده هم جویبارهای خودشون کنده تازه کرده میسازن، بسیار خوب میشد به فکر من. باید گفت که امروز یگان کس از این گونه کارهای خیر و نیک در کنار نیست. خود اهل جمع شهروندان محله چشمه نیز در سمت آبادسازی محنتی حلال میکنند. با تشبوسی من پرزیدنتمو، با تشبوسی حکم ولایت، من حکم نوحه می تشبوس حرکتی جماعت شهومی برآورده من آبادگری و دست سیستم خوش کردیم. من محله مو آباد میشد، یورتم آباد میشد. مهمونی اومدگی من اومده حواس میکنن چشمه مو محله مو آبادگری نقض شد. حرکت میکنم بازم نقص کردم. باید گفت که این قبیل کارها در تمام حدود جمع شهروندان محله چشمه گرفته برده می شود، چون از روی گفته های دیرکتر مکتب رقمی 11 محله حبیب جان جورایف معلوم می گردد در این کارها جماعت آموزگاری مکتب نیز فعال و شرکت دارند. معلمان مکتب نیز چون میبینند مشغول کار و مهنتند. همین روز میباید قاعده سازی که امروز در شفت بینای اساسی مکتب بینای نوی علاوگی قامت افراخته ایستاده است. این البته از اعتبار و غمخوری به مثل حکومت درک است. امروز مبلغ حکومت برای فرزندان ما مصرف می‌گردد، چون که شماره طلبگان روز تا روز زیاد می‌گردد و این گونه بیناهای علاوگی برای قانع کردن طلبات ساخته می‌شود. امروز اهل مکتب در سمت آبادی از گریبان سر برآورده محنت می‌کنند. در این قبیل کارها حتی آنهایی که در نفقه‌اند نیز برابر در قطار جوانان کار و محنت می‌کنند. مقصد من پرزیدنتمو درباره نیکوهولی خلق بچه‌ها خوانندگان بود و کردن تو شده جدی بسیار قرار قول کردن. این روح پلان شده ما معلمان هر قدر چقدر که قوا مهیت حرکت کرده با این ساختمان‌های اردوسی، چون که دهه چشمه دهه خانه‌های نو دهه جوانان به حساب میرد. سال از سال خواننده‌ها زیاد میرد. امسال 1000 نفر میگذرد گفتگی و خواهد. برای همین من 220 خوانندگان با جو نتورسوس این من روح پلان شده. من دیشب همه اهل کالکتیو گرچنده درسو تمام شده باشم با وای یاردم کرده هرچی تیزتر امورات بشود ما شرایط شود ما کارمو بازم پیش برسان میگیره. برای همین از این امکاناتی که حکومت ما پرزیدنت ما با پیشکش کرده ما بسیار خوشحالیم، استفاده بردیم در کار حرکت میکنیم. همه بچه‌های دهه چشمه بچه‌های پیش قدم در هولنگ نوحیانده ولایتانده بهتر میشه که بچه‌ها تربیت کردن ما حرکت میکنیم. میگم که من گرچنده سالم نفقه نباشدم همین حاضر این سوداگری نویگرها روح پلان شده منم حرکت کردم حسی خودم گذروندم حرکت کردم. انا همین طور امروز توسط کار و مهنت یکجایی سیمای زیبای سوخ باز زیباتر میگردد، زیرا آبادی و آزادگی ناحیه آبادی و آزادگی وطن به حساب میرود.
در ناحیه‌مان مفصل پله پروری و سپردن پله به دولت به افجالی خود رسیده است و همه روزه کیرمک پروران پله های پروری خود را چیده به دولت می سپارند. حالا ما این را در مثال جمعیت شهروندان محله سریکنده و پله کاران این محله می بینید. توجه کنید. کشاورزان ما در آغاز سال پیش از همه برای آمادگی به سال نو خواجگی داری تیار می‌بینند و البته برای فردای فراوان و از دسترخوان به زمین دانه‌های مراد می‌گذارند و باور بر این به دیگر کارهای معمولی خود مشغول می‌شوند. یکمی شده در آغاز سال پیش از قانونچینی زراعت‌ها کشاورزان به دولت پیله می‌سپارند و امروزها اکثریت کیرمک پروران ناحیه‌مان در ترددند، با جد و جهد مهنت می‌کنند. یعنی موسم سپردن پیله در ناحیه آغاز یافته است و امروز به اوج اعلای خود رسیده است. امروزها در کار سپردن پیله اعلی‌صفت در ناحیه‌مان بین کشاورزان، دهقانان و زراعتکاران خواجگی شرکتی سوخ پیش قدمند و همه روزه ما از کشاورزان همین شرکت به اداره پیله تیارکنی ناحیه محصول دستی خود را آورده می سپارند. در این خواجگی آنهایی هستند که در ساحه پیله پروری سابقه کاری یک چند ساله دارند، ولی آنهایی نیز هستند که بار اول کیرمک میگیرند و در باب کیرمک داری تصورات های اولین را در خود کشف کرده ایستادند. این قبیل پیله پروران در حدود جمع شهروندان محله سریکنده زیادند و از هم بیشتر امروز ساکنان این محله به این عملی به خودخواسی کشاورزی شغل می‌ورزند. ساکنان جمع شهروندان محله سریکنده صدرعلی و اسماعیل میرزابکوف ها در ساحه پیله کاری به مهارت بسیار بزرگ صاحبند و سال چندم است که کیرمک میگیرند و این نعمت گرفته‌شان را با مهر پروریده به دولت می‌سپارند. چون به ما رئیس جمعیت شهروندان محله سریکنده بهادر صفای قید میکند پیله‌کاران حالا یگان سال نقشه خود را اجرا نکرده نماندند. همه ساله با برزیادی نقشه های خود را اجرا کرده میآیند و بین تمام کشاورزان همچون پیله پروران نامی شهرت یافتند. منم 3 سال 4 سال باز گرفت شدیم پارسال 200 کیلو پلان سپرده امسال هم 150 کیلو پلان داده اگه حرکت کرده با همون پارسال انگام میرسونه. هیچ قینگری نه. منم محله یاردم کساس اوار حشرچی های محله امروز سحر نام رئیس ما آورد وارد پرتوفوجی شدیم یک روزانه حرکت کنیم میشیم. هیچ جای قینگریش نه. بار کامچین نشدن؟ هیچ نه همش جو بجو کی خواهد گرد به ملو. فایده خودمو پلش دوسوس. هیزمش فایده پلش دوسوس. روز کور من زنکو کورچوس خودمو کورچوس. هم پیلگریش ما یک سال به استاج دوسوس. همه گرد ناز حرکت کنند مردمو هیچ جای خینگریش نیست. حرکت رحمت دولت و رحمت همه کمچلی کمون نیست. امسال از طرف خواجگی شرکتی به پیله‌کاران 3 قطعه کیرمک داده شده است و نقشه نیز موافق مقدار کیرمک 150 کیلوگرم معین کرده شده است. نیت پیله‌کاران به جای نشان دادی کیلوگرمی نقشه زیاده 200 کیلوگرم سپاریدن است. یعنی میخواهند با 100 کیلو ایلوگی به دولت سپارند. همین را باید علاوه قید کنیم که در کار پیله‌کاران کارمندان خواجگی بسیار کمک کلان رسانیدند. از جهت سفربری تکنیکا، برگتود و دیگر لوازمات کیرمک پروری به خصوص از ماموریت شرکت خیلی یارمندی نمودند. امروز برای چیدن پیله کیرمک پروران همسایه‌ها با همراهی تمام پیوندان با عائله پیله‌کاران جمع آمدند و به طریق حشر پیله چینی میکنند. امروز برای چیدن پیله کیرمک پروران همسایه‌ها با همراهی تمام پیوندان با عائله پیله‌کاران جمع آمدند و به طریق حشر پیله چینی میکنند. موافق گفته سرداران نایله ها امروز در اکثریت خانه خود آنها و همسایگان کیرمک پروریده می شود. انا همین طور روز تا روز خیرمه نرخ نقرگی ناحیه‌مان بالا شده ایستاده است. در این راه کیرمک پروران اصل ناحیه همیشگی در حرکت نیتی همه یک است. به واسطه جمع آورده بودن پیله و اجرای نقشه دولتی با کیلوگرم های ایلوگی‌اش ما در این راه بین مهنت کشان آمدها طلب میکنیم. پیله‌کاران از نتیجه های مهنت خود خرسند هستند چون که حرکت آنها برابر است نرفت. پاداش نیک آنها را دائما همراه باشد. این بود مجموعه خبرهای آخرین از طریق بخش اخبار. خیر سلامت باشید و برنامه های ما را دیگر صحیفه های تلویزیون سوخ دوام بخشند.